به خوشنودی اهورامزدا، خداوند راستی، و درود به فروهر پاکان، شاهان و شهریاران ایران شهر، و با سپاس از تمامی شما به سبب ابراز این همه مهری که به من دارید که لایق اون نیستم. اما هنگام گرانبهای شما رو نمیگیرم و شرح گفتار امروز رو بیان میکنم و به ایراد ادب میپردازم. شرح گفتار امروز هست: پدر خدا. ز این هجوم واژه ها، کلیشه ها، کلافه از سروده های بی صدا، ز کلبه ام برون زدم و آسمان قطره قطره در زد به قلب لحظه ها. قدم قدم این حوالی در سکوت، گذشت ز من چه پر سخن چه بی صدا، و سکوت را شکست به ناله کودکی، طلب عروسکی ز پشت شیشه ها. پدر نگاه به کودک و به آسمان، لبش گزید و پر ز اشک چه بی صدا، به دست مهر نوازشی به سر کشید که طفلکم به داد ما رسد خدا. قدم قدم این حوالی در جنون، فتاده از چه آتشی به جان مرا، لبا لبم ز نعره و در این سکوت، ز آه او فلک بسوخت نسوخت تو را. از درون سوختن پدر را خدا ندید، به رحمت به بخشش خدا بود خدا. وگر خالقی شود ظالم کند ستم، نماند به تخت خدایی ز او جدا. قدم قدم به حال طفل در آمدم، ز من شنو سخن طفلکم بی گناه. خدا دگر نمانده اش به آسمان، او کنار توست در آغوش کشد تو را. گره به حنجره زدستم این سخن، سپس بخوان تو دم به دم پدر خدا. به لحظه ای سکوت این فلک شکست، در آمدش به هم همه و یک صدا. تمام مردمان شهر قدم قدم به قلب شهر زدم صدا: پدر خدا. سپاس.